سلام علیکم، چطورید؟ خوش اومدید به چنل شایان گیمر، چنل خودتون. امروز قرار با هم دیگه یه مسئله رو آغاز کنیم و شما توی این مسئله با من همراهید. اول از همه لایک کن ویدیو رو، سابسکرایب کن که قسمت‌های بعدی این مسئله رو از دست ندی. یه کامنت انگلیسی هم بذار که کامنت نپره. بزنید ویدیو، لیتس گو. خب همونجوری که می‌بینید ما اول از همه باید یه دونه تیم انتخاب کنیم برای شروع که از اون تیم شروع کنیم مربیگری خودمون رو. و من نظرم از لیگ 1 شروع کنیم و از موناکو شروع کنیم و به رده‌های بالاتر میتونیم بریم، ولی اگر بخوایم ما میتونیم از 4 تا تیم ایرانی هم که توی PS 2021 هست استفاده کنیم، یعنی پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو. ولی ما میخوام از لیگ اروپایی بیان شروع کنیم. لیگ اروپایی 5 لیگ معتبر میخوایم شروع کنیم که نه مصرف شدم. آقا بریم همین پرسپولیس رو بریم که نسبت به واقعی هم تیمش خریدتره. بله آقا، تیم اول ما توی این مستر لیگ شد تیم پرسپولیس ایران. و همچنان میگم وسط ویدیو دقت کنید لایکتون نپریده باشه، چون بعضی موقع یوتیوب لایک رو میپرنه. اینجا که ما وارد میشیم، وارد بشه پرسپولیس اومد بود باید ما حرف بزنیم. ژانویه 2020 به پرسپولیس پیوستیم. من زیاد روی قیافه ویراژ ندادم چون توی بازی کمکی به ما نمیکنه. بذاریم بریم سراغ ادامه ویدیو و سرتون سر نبرم. خب آقا اول از همه بریم ببینیم ترکیب ما چه شکلی، اصلا کیا رو داریم کیا رو نداریم. بله ترکیب ما اینه، با ترکیب 4-2-3 که پیش‌وقت خود بازی برامون چیده. علیپور نوک از مهاجمم راضی هم. بودجه چقدر داریم؟ بودجه‌مون خیلی کمه، خیلی بودجه‌مون کمه و بازیکنان خیلی محدودی هم میتونیم بخریم. با هم بازیکنان خیلی محدودی هم میتونیم بخریم. اینجا که لیست بازیکنان خودمونه که آقای برزگر از این تیم، من اسمش هم بلد نیستم، پیشنهاد داره با قیمت 247,000 تا. ببینید ما اگه بفروشیمش، چون بعضی‌ها زیاد نمیتونه کمک کنه به تیم، بفروشیمش یه بودجه بگیم 1 میلیون تومانی میاد تو دستمون و اونطوری دستمون برای خرید بازیکن اگه موافق باشین بازه. من میخوام آقای بعدیگر رو بفروشم. آره اکسپت میکنیم، بعدیگر بره، پولش هم اومد. و خب بریم ببینیم اصلا چه شکلیه. روز اولم هم ببینیم کیا هستن توی پرلینامون، کیا رو میتونیم بخریم. من نظر بسیدم یه تیم رو نگاه کنیم. حتما اگر بازیکن مد نظرتونه توی کامنت ها برام بنویسید تا در قسمت بعدی او رو اگه تونستیم خریداری کنیم. نظرتون کاملا مهمه، همه کامنت ها خونده میشه. ویدیو قبلی هم که راجع به VPN برای ای فوتباله حتما نگاه کنید، قسمت معرفی VPN به زودی میاد. یه ما ترکیب رو نگاه کنیم. ببین ترکیب یه DMF کم داره که آقای ربی خواهشه. اول بذار من من تک مهاجم نمیتونم بازی کنم. خاصیاتش 4-3-3 4-1-2-3 من نظرمه که اینطوری دیگه آقای ربی خواهم میاد بیرون و آقای نورلاهی DMFی CMF بریم میشه کوچولو بالاتر CMF بازیش میدیم. آقای مهدی ترابی امرات شب برای ما بازی میکنه. وینگر راست
سیامک نعمتی رو داریم به جای وحید امیری. وحید امیری رو فیکس به جای بشار به جای رمیخان میذاریم. بشار اصلا هم تو ترکیب باشه دیگه. کوسوگونا، سوکس و آلیشو و نام که هستند. ما جلال حسینی هم داریم. مثل جلال حسینی هم داریم، میتونیم بعدا ازش استفاده کنیم. بخشی من جیامو درست کنم شنو ازش استفاده کنیم. این ترکیب پیش‌ورزم. من مهاجم خیلی راضیم. با این بودجه محدودی که داریم باید بهترین تصمیم رو برای تیم بگیریم. از دفاع راستم زیاد راضی نیستم. ما اول از همه یه AMF به جای آقای بشار رست، چون اگه نگاه کنید اونجا ما ضعف پیدا میکنیم تیممون دیگه برای توپ رسوندن به وینگرها و یا حتی مهاجم نوک به مشکل میخوره. بریم ببینیم AMF چیا هست. اصلا من میخوام از خود تیمای ایرانی خرید رو انجام بدم. مثلا پیشنهاد بدیم پوزیشن رو میذاریم روی AMF. مهاجم همین وینگر نمیدونم همین الان یادم رفت متاسفانه. میخوام از استقلال کیو هست بله استقلال خوش کیان 5 تا بازیکن برای ما آورده. آرش رضاوند، آقای کریمی، آذری، شجاعیان اصلا پیشنهاد بده. یا باته که اصلا اونجا بازی نمی کنه. اسماعیلی قیمتشون چقدر ما میتونیم بگیریم اسماعیلی بهترین گزینه است، ولی اینکه بیادیانه ما یه ساله قرضش میدیم. یه درخواست بدیم به آقای اسماعیلی و ما به همین گزینه امتحان نمی کنیم. میریم از سپاهان هم ببینیم داریم یا نداریم. و سپاهان اصفهان نوید کیا نوید کیا شهباززاده ها این بهتر میخوام. مورخچن اگه بیاد خیلی خوبه. البته این سروش رفیعی که در حال حاضر الان دیگه از پرسپولیس رفت، به او یه درخواست یه ساله بهش میدیم. یعنی چیکاره است. و خب ما تا اینجا به 2 بازیکن اسماعیلی و سروش رفیعی درخواست دادیم. بریم یه نکس بزنیم بازی اول ما اصلا با کیه. فکر کنم تو اصلا لیگ ایران هم خودشون تو لاشنفینی ما تو لیگ اندونزی باید باشیم اشتباه نکنم. خب ببینیم جواب این چیزایی که گفتیم اومده آیا یا نه. خب هر دوشون گفتم ما نمیایم. فرزگرم رفت و هر دوشون گفتم ما نمیایم و این خیلی بده. خیلی بده بکنیم. ببینیم یه بازیکن در حد معمول اینه یا اینه. خسروی مسلمانه؟ من مسلمانم میخرم. مسلمانم خوب برگردم. پرسپولیس واقعا این زمان عالی درخواست رو دادم بهش. مسلمان به احتمال زیاد میاد و احتمالا بازی بعد اینم بازی داریم.
نه ورد فوتبال بهترین بازیکن فوتبال فکر کنم محسن مسلمان گفته که نه گفته که نیمیون بله با هم دیگه چه اتفاق افتاده اول از همه جایی نه یک بازی توی این ویدیو قرار بذاریم شبل گفته که من با 300 هزار دو ساله گفته میو برای هر گولم 400 تا میگیرم آقا میزنی مکسه برو این آقا حسین مسلمان میبست به ما مثل که چند میرسه به ما ببینیم چه اتفاق افتاده چه روزهایی در انتظارمونه بخشی دستم خوبه خب روز بعدی ما یه بازی داریم که لیگ اندونزی که ما چیز نیست لایسنس نیست و نه لیگ خودمون واقعا سره و بازی با سری بازی کنم بهمون پیشنهاد داده که بریم ببینیم پلیرها را ایشون ببین اگه 4 میدون منصوری هم از سپاهان بهمون پیشنهاد داده شده نمیدونم 249 آقا با چیز یه ساله میکنمش 6 ماه میکنمش منصوری و مادین بله آقای محسن مسلمان مثل که به ما پیوستن بله مسلمان اومده کتون نمیدنش میزنیم خب بله با تیم پرسی هم بازی داریم من قرار همه بازی رو بازی کنم ولی خب تا جایی که بتونم قرار بازی کنیم و بعد این هم احتمالا یه خریدی بزنیم آره احتمالا 2 تا بازی انجام بدیم توی این ویدیو اول سر ترکیب مهمه بله ندیده بودم دیگه آره من خوب بشار رسن رو میذارم و آقای محسن مسلمان رو بذارم بشار رسن میاد نیمکت اوساگونا میاد نیمکت به جای ربیخا آیشه که اصلا دیگه نباشه زشته میذارم چه دوست دارید و اونورم بازیکنه خیلی خوبی داره و اگه منصوری قراردادش رو کشه میاد جای مهدی شیری کاپیتان اینام که اوکی بکنم نمیزن مهمه نوراللهی بخشی یه بازیکنی که واقعا توی اون سالا پرسپولیس از دستش داد من نمیدونم چرا الان تیم ملی دعوتی نمیشه اگه دعوت شه که اصلا خیلی تیم ملی از این رو به این میشه خیلی خوبه و بریم سراغ اولین بازی خودمون ببینیم چی کار میکنیم 3 امتیاز این بازی مهمه بازی اولمونه تو لیگ و وسطای لیگ احتمالا برامون پیشنهاد جابجا شدن تیم هست حالا این موتو چه تیم بله To you all, I'm glad to say the game is back again. If you needed reminding, it's time to fasten those seatbelts for the endless rollercoaster ride that is to come. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. Battles to win it back. بخرم بچه اینجوری نگاه نکنید دیگه دارم چون همزمان ویدیو میگیرم الان اوکی میشه دیگه
So the start of what will hopefully be a long managerial career for the new man in the dugout. Jim Beglin, what do you think of this one? I think it's sink or swim time for him, Peter, an appointment that seems to split opinion amongst the supporters, but they can play a part in getting right behind him and the team, and who knows, a decent start, and it could have the desired impact. اشتباه ما 15 دقیقه از بازی سپری شده. پرسپولیس 0 پرسیب 0. خیلی لگ میزنه و دوران خیلی لگ میزنه. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Now the pass. Ball's out on the left now. It's a loose ball. Good run down the left. What can they make of it? تیم حریف با حفظ توپ سعی می‌کنه که به دفاع ما نفوذ کنه. خیلی بچه و لگه و احتمالا من ادامه بازی رو نذارم و توی ادیت نتیجه نهایی رو بذارم که اونطوری شما اذیت نشید. وسط ویدیو امیدوارم که لایک رو زده باشید، کامنت رو بذارید، منتظر معرفی وی پی ان هم باشید که احتمالا فردا و اینا میاد ویدیوش. من فقط نیمه اول رو میذارم، میدونم خیلی اذیت قرار بشیم تو همون نیمه اول هم. الان این کوچولو بهتر نشد، من احساس میکنم بهتر شد، ولی خب needed a better pass there. Ball's loose, who's getting there? Coaxed out to the wing. He's gone for it! Big relief, it just needed better contact. And when you're in front of goal like that, you really should do better. That's a poor finish in the end. علی رضا بیرانوند بلند زمین تیم پرسیب. علی پور tries a through ball. Shakes the shoots. And he's there to hoof it away. And the whistle goes for half-time. Reflections on the first half? Well, this has proved a very frustrating day so far, especially for the strikers. Nothing has been created for them. I think the service has been extremely poor. After 45 minutes, it is still goalless.